دوست دارم بهتون بگم که اگر دوست دارین طبیعت گردی یاد بگیرید با من بیاین، با این تورهای خیلی خوب و عالی بیاین توی طبیعت، کنار چشمه ها، کنار کوه ها، از میوه های کوهی استفاده کنید، مثلا از انجیر کوهی، مثلا از سنجد کوهی، عناب، خیلی چیزای دیگه و یه سری داروهای گیاهی و یک سری از مواد غذایی کوهی که تمام روی این کوههای سبز کوه بختیاری اینجا سبز میشه بشینید و توی مواد غذایی روزانه‌تون استفاده کنید و خیلی هاشم خواص دارویی داره. یعنی شما میتونید از این گیاه ها به عنوان دارو استفاده کنید، به عنوان دمنوش استفاده کنید و اکثر دمنوش هایی که ما استفاده میکنیم از این سبزیجات ها و این یک سری از این گیاه ها گرفته شده. حالا اونایی هم که دوست دارن هر هفته با من بیان اینجا و تو کمپین ما شرکت کنن و ببرمشون اونجا، از صبحانه های محلی، از لبنیات محلی مثل کره، شیر، ماست، دوغ، روغن محلی، روغنای گوسفندی، شیر بز که خیلی بهتر از شیر بر ازش استفاده کنن، به من توی دایرکت پیام بدن و من همه رو با خودم میارم اینجا خیلی راحت، همراه با غذاهای محلی، کبابی، هر چیزی که دوست داشته باشن میتونن استفاده کنن. حالا خلاصه من ختم کلام بهتون بگم خیلی دوستتون دارم و دوست دارم مثل من بتونید که از این طبیعت، از این هوا استفاده کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.